صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. اللهم صل علی صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین. موضوع امروز من در رابطه با خیرخواهیه. ما آدم خیرخواه هستیم یا خیرخواه نیستیم؟ قرآن و روایات میاد دو تا صف و دو تا جریان رو برای ما ترسیم میکنه. یک صف خیرخواهان عالم، یک صف هم کسانی که خیرخواه نیستن، شرخواهان عالمند. بدبختی آدم رو میخوان. اولین خیرخواه این که خدا خیر ما رو میخواد، بله، مهربان نسبت به ما. کتب ربکم علی نفسه رحمه. خدا مهربانی رو بر خودش واجب کرده، گرچه اهل غضب هم هست اما غضب رو بر خودش واجب نکرده. فرمود رحمتی وسعت کل شیء، من نسبت به همه هستی مهربان هستم. پس اولین خیرخواه عالم کیه؟ خدا. دومین خیرخواه انبیاء علیهم السلام. سومین خیرخواه ائمه معصومین علیهم السلام. چهارمین دسته خیرخواه کیه؟ انسانهای عاقل. اینا همیشه خیرخواه خدمت از کنم خود و دیگران هستند. اما از اون طرف شیطان، جریان نفاق و پیروان شیطان خیرخواه آدم نیستن. حالا این خیرخواهی که اسم دیگر شما میگیم موعظه و نصیحت دو مرحله داره. یک وظیفه اون خیرخواه داره که چطور خیرخواهی بکنه، یک وظیفه هم نصیحت شونده داره. بله، پس نصیحت کننده و نصیحت شونده. روایتی من امروز دیدم از جناب لقمان حکیم، به پسرش میگوید یکی از نشانهای ایمان و نفاق همین مسئله قبول یا عدم قبول نصیحته. آدمی که مؤمن باشه اگر کسی اومد ازش خیرخواهی میکنه ناراحت نمیشه، بلکه ازش تشکر هم میکنه. اما اگر نصیحت کردی طرف پس میزنه، به جای اینکه از تو تشکر کنه ناراحت میشه، جناب لقمان میفرماد که معلومه که در او ایمان ریشه نداره بلکه نفاق درش وجود داره. به پسرش میگوید یا بنی علیک به قبول الموعظه. علیک به قبول علیک چیه؟ اسم فعل امره، یعنی یجب علیک، بر تو واجب است اگر کسی موعظت کرد موعظه رو قبول بکنی. بعد میفرماد فقط قبول نکن والعمل بها، هم موعظه رو قبول بکن و عمل هم بکن. فانها عند المؤمن احلی من العسل شهد. موعظه برای مؤمن
از عسل شیرین هم شیرین تره. احلی من العسل. درست شد؟ پس کسی که ایمان دارد هم موعظه را قبول میکند و هم به اون موعظه عمل میکند. بعضی نیست که از یک گوش بشنون از گوش دیگر در کنن، نه، میپذیرن. اما همین نصیحت و علی المنافقه اثقل من صعود درجه علی الشیخ الکبیر. اما همین موعظه بر انسان منافق سخت‌تر است به حال اون پیرمردی که بهش بگیم پله ها رو بگیر برو بالا. اصلا یه ساختمون داره 60 پله داره، به یک پیرمرد بگه این پله رو بگیر برو بالا. چقدر برای این پیرمرد سخته؟ بله، قبول نصیحت برای انسان منافقم از این سخت‌تره. پس قبول موعظه بر مؤمن احلی من العسل، اما بر انسان منافق بسیار بسیار تلخ و دشوار میباشه. خب این وظیفه شنونده نصیحت. بله، جناب لقمان فرمود هم نصیحت رو قبول بکن و هم بهش عمل بکن. یعنی واقعا اگر همین فرمایش لقمان رو آدم تابلو کنه، قبول کن و عمل کن، ببین چقدر نقصها خدمت از بین میره. در محیط خانواده اعضای خانواده این قانون نصیحتگری رو داشته باشن. دقت کردین؟ یه وقت میبینی که بچه آدم میاد به آدم یه نصیحت میکنه، فکر میکنی میبینی حرف درسته، نگو این بچه است من قبول نمیکنه، نه، میگه هم قبول بکن هم عملم. بله، این وظیفه نصیحت شونده. اما یک وظیفه نصیحت کننده داره. درست شد؟ وظیفه رو امام عسکری چنین میفرماد که اگر میخواد نصیحت اثرگذار باشه تو جمع کسی را نصیحت نکن. درست شد؟ تو جمع نصیحت نکن. چرا؟ میگه اگر تو جمع نصیحت بکنی این شخص رو ورشکسته و بی‌آبرو میکنی و او پس میزنه، نصیحت تو قبول نمیکنه. اما اگر تو خلوت نصیحتش بکنی او رو آراسته کردی، زینت بهش دادی، هم ازت تشکر میکنه و هم ازت قبولم میکنه. فرمود من وعظ اخاه سرا فقد زانه اما و من وعظه علانیه فقد شانه. همین که تو سوره کوثر بخون ان شانئک هو الشانع، در اونی که نقص بهت وارد میکنه، عیب بهت وارد میکنه. اینجا معناش همینه، اگر کسی رو تو جمع نصیحت کنی او رو تنقیصش کردی، بی‌آبروش کردی، او رو ورشکسته کردی، این دیگه از تو قبول نمیکنه. یک جمله هم آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه داره میگه نصحک. نصح یعنی چی؟ خیرخواهی، نصیحت کردن. نصحک بین الملأ تقریع. اگر تو جمع کسی را نصیحت بکنید این یک نوع کوبیدن است، بله، تحقیر کردن است. تقریع از قرع میاد، قرع الباب یعنی کسی که در را بکوبه. بله، اینجا مصدر باب تفعیله. تقریع یعنی زیاد دیگه شکستش دادی، کوبیدی طرف را، دیگه از جا نمیتونه بلند بشه. خب من یه 5 تا نکته از این بحث جمع آوری کردم. یک، موعظه کردن برادر دینی یک وظیفه و حق اخلاقی است.
اگر در بنده عیبی میبینید شما وظیفه اخلاقی دارید که بیاید مرا چا کنید؟ نصیحت کنید. 2 قبول موعظه دیگرانم یک رفتار اجتماعیه. اگر من وظیفه دارم نصیحت کنم، تو هم وظیفه داری بفرمایید قبول کنید. 3 روش نصیحت و پندم مهمه. روش نصیحت و موعظه هم مهمه. چرا؟ چون هر کسی آبروی خود را دوست دارد و میخواد شخصیتش چی باشه؟ محفوظ باشه. چون وقتی میاد تو جمع منو نصیحت میکنی داری با آبروی من بازی میکنی. لذا با نصیحت کردن آبروی کسی رو نبر. توی مسئله فارسی داریم که طرف آمده ابرو رو درست کنه چشمو کور کرده. تو اومدی نصیحت کنی که من عیبمو برطرف کنم، بدترش کردی. میگه تا الان یک درمیان مسجد میومد نماز میخوند، اما الان نصیحتی کردی دیگه با مسجد و محراب و نماز و همه چی. چرا؟ چون تو آبروشو بردی. پس نصیحت کردن یک وظیفه اخلاقیه. قبول نصیحت هم یک وظیفه اجتماعیه. روش نصیحت کردن هم خیلی مهمه. 4 موعظه آشکار و در جمع نوشتم گاهی اوقات نتیجه معکوس میدهد و باعث کینه و کدورت میشه. هست یا نیست؟ شما یکی تو جمع نصیحت بکن، طرف تا میگه مثلا بدم میاد ازش. چرا؟ سر کلاس آبروی منو بین هم کلاسی ها. شما نگاه کنید از زمانی که مدرسه میرفتید از برخی معلمان خاطره خوبی داری، اما از بعضی خاطره خوبی نداری. دقت کردین؟ چرا خاطره خوبی نداری؟ تو جمع آبروی شما رو برد. و آخرین نکته این است که بهترین روش نصیحت آن است که نصیحت را به خود طرف بگوییم. به خود طرف بگوییم تا هم آبرویش محفوظ باشد و هم تأثیر بیشتری داشته باشه. درست شد؟ این درسی که امروز از جناب لقمان حکیم گرفتیم. علیک به قبول الموعظه فانها احلی من العسل. بله؟ آدم مؤمن هم قبول میکنه و هم براش خیلی لذت بخشه. درسته؟ آدمی که مریضه آمپول میخوره با انتخاب خودش هست یا نیست؟ بله هست. چرا؟ چون میگه 5 دقیقه دیگه 10 دقیقه دردم آروم میشه. آدمی هم که اون نصیحت رو قبول میکنه مثل همون آمپوله است. دقت کردین؟ میگه من تا الان خبر نشه این عیب دارم، الحمدلله الان با این مسئله عیب خودم رو بعد آراسته میشه آدم دیگه. امیرالمؤمنین و امام حسن عسکری هم یه نکته به ما آموختن. سعی کن با نصیحت آبروی کسی رو نبرین. چطور؟ تو جمع به کسی تذکر ندهین. بس یک وظیفه نصیحت کننده دارد که تو جمع نصیحت نکنه. یه وظیفه نصیحت شونده داره که اگر کسی از سر دلسوزی نصیحتت کرده، لقمان میگه هم قبول کن و هم عمل بکنه انشاءالله. خدای متعال به حق پیغمبر و آل قسم میدهیم انسانهای خیرخواه و دلسوز را سر راه ما سبز بکنن. دقت کردیم؟ دست ما را بگیرن.